سلام خدمت همه دوستان عزیز، محمد رضا هستم. سلام به همه، بنیامینم. خیلی خوش اومدیم به برنامه خودتون. با شما هستیم با تحلیل بازی بارسا و الچه از هفته 11 لالیگا که یک شنبه انجام شد ساعت 9 شب. بازی خیلی خوب شروع کرد بارسلونا. تشکر میکنم از لامین یامال که بالاخره سر عقل اومد، فهمید که باید کات کنه با اکس فعلیش نیکی نیکول. اونم احتمالاً پرز بهش گفته بود که بس دیگه این بچه رو ول کن که تا نفر بعدی رو ما واسش پیدا بکنیم. آره دیگه. به نیکی گفتش که تو ماموریت تو انجام دادی. کانال یوتیوب هم تشکر کردن ازش. حالا همین کارو هوادارهای بارسا میکردن مثلا با انتخاب 69 جود بیلینگام، بیا میدیدی چه داستانی میشد. جود بیلینگام هم اگه انتخاب 69 هم بوده ولی داره خیلی خوب بازی میکنه. انتخاب 69 بود. باشه اشکال نداره، ولی بازیشو ببین، با اینکه انتخاب 69 بود ولی چقدر قشنگ داره بازی میکنه. هفته قبل روز قبلش یامال خیلی خوب بازی کرد واقعا. حالا یامال به نظر من 20 دقیقه اول خیلی خوب بود، بعدش اصلا دیگه خیلی خوب بود. دقیقه 9 گل زد. باید این نکته رو بگم که یکی از بازی خیلی خوب باله بود، خیلی خوب تونست بازی رو به جلو بیاره، پاس داد. لامین یامال هم خیلی گل قشنگی زد. گل دومو که رو پاس خیلی خوب فرمین لوپز برای بچه‌های بارسلونا همه پاسای خوبه، بعد برای ما رئالیا همه مثلا فران تورس خیلی خوب پنالتی و فلان. پنالتی که هستید شما اصلا کل بازیتون روی هولو محوره. بارسلونا واقعا تیمش مثل این که بهتره از رئال، نه؟ بهتر هست، شکی توش نیست. من نمیدونم، خیلی عجیبه تو تمام آمارها همیشه پایین‌تر از رئالین. خب یه بازی که یه نکته که خیلی مهم بود تو این بازی فرمین لوپز بود. خیلی خوب بازی کرد، چه روی گل دوم پاس خیلی خوبی داد، چه روی گل سوم پاس خیلی قشنگی فرستاد واسه مارکوس رشفورد. مارکوپس هم کوبید زیر تا، خیلی قشنگ بود گلش. میتونه یکی از کاندیدای بهترین گل هفته یا بهترین گل ماه باشه. خیلی قشنگ زد. دیگه دقیقاً همین جوریه که این موضوع باید خیلی حائز اهمیت باشه واسه طرفدارای بارسلونا که فرمین لوپز اگه توی روز خوبش باشه خیلی خوب میتونه بازی رو در بیاره. یه صحنه هم بود که میتونست خیلی بهتر پاس بده ولی باز شوتید، همون اشتباهی که توی بازی ال کلاسیکو در آورد. البته اینم بگم که بارسلونا خیلی تحت فشار بود مقابل الچه هم دیگه قشنگ بازی دستش اومده بود. اصلا دفاع بارسلونا که واقعا دفاع بارسلوناست، مدل دفاع بالا بازی کردنش علاوه بر اینکه بازی جذاب میشه، حالا دیدن بازی، اما خب سلطان آراخو و سلطان کونده گلی که خوردیم کونده خیلی عقب افتاده بود. آراخو ولی خوب بازی کرد. آراخو این بازی که از بازی خوبش بود، کلا از امسال خیلی بهتر بازی. فرانکوس هم که واسهتون گل زد. فرانکوس هم من هیچ وقت به عنوان بازیکن ثابت نمیبینمش این بازیکنو. لواندوفسکی برگشت، تونستی حالا یه اندازه 10 دقیقه تو بهش بازی داد هانسی فلیک و موتور کلیک خوب بود. به حال این بازی تونستیم از فشار بیایم بیرون. زیادم همچنین از فشار که بیرون نیومدیم. به نظر من همه بازی‌های بعدی بارسلونا خیلی سخت میشه، چون با این نوع دفاع بالا بازی کردن که هم دستشون رو خوندن. پارسال خب کسی با این سبک اصلا آشنا نبود. هانسی فلیک یه دونه سبک جدید آورد به فوتبال اضافه کرد، انگاری مثلا تو آفساید و اینا. ولی اگه به خصوص قانون ونگر اگه تصویب بشه کلا این سبک بازی کلا برچیده میشه. یعنی دیگه اصلا بارسلونا دیگه هیچ فکر نکنم تاکتیکی داشته باشه. هانسی فلیک تاکتیکی نداره، تاکتیک دفاعست. تاکتیک دفاع کردنش اینه که کلا هانسی فلیک همینه. باید مربی عوض کنین اگه قانون آفساید ونگر تصویب بشه که تو جام جهانی هم قراره که حالا گفتن که ببینیم چی میشه. میخواد استفاده بشه، یعنی این قانون قراره تصویب بشه کلا بعد ببینیم مدل دفاع کردن باید عوض شه. ولی سرمربی هستش که کلا این مدلی دفاع میکنه، این مدل دفاع رو قبول داره. خیلی به این نکته اشاره میکنن که وقتی که سرمربی بایر مونیخ بود توی فینال چمپیونز لیگ جلوی بایر مونیخ، با اینکه جلوی پاریس سن ژرمن سرمربی بایر مونیخ بود، دقیقه 80 یه صحنه‌ای هستش که بایر مونیخ یکی جلوی با گل کینزلی کومن، ولی
یه صحنه هست که داره امباپه فرار میکنه، نیمار فرار میکنه، جفتشون تو آفسایدن، ولی این مدل دفاع کردن هست. یک لحظه مثلا همه اینا میگن که امباپه یه قدم عقب‌تر بود بازی در اومده بود و پاریس سن ژرمن شاید میتونست اون موقع اولین قهرمانی چمپیونز لیگشو بگیره. حالا ولی میگم این سبک خیلی خوبی بود. دقیقاً پارسال هم میتونست جام رو درو بکنه، امسال فکر نکنم حتی تو لالیگا هم دستشو خورد. الان هم مصدوم ها برگردن، به نظر من میتونیم برگرده به دوران خوبش. الان هنوز که هنوزه لواندوفسکی به اوج کاملیت خودش نرسیده. البته که اینم بگم رافینیا مصدومه. حالا رافینیا و لواندوفسکی هم لواندوفسکی که پیره، به نظر من این بنده خدا داره به زور بازی میکنه، ولی باز هم میتونه کار خودش رو انجام بده. دلم میسوزه واقعا واسش. تو این سن داره یه جوری ازش بازی میگیره انگاری مثلا 22 سالشه، ولی کارو میتونه در بیاره. نشون داده لواندوفسکی که هر وقت بهش اعتماد بشه میتونه بازی رو در بیاره. دیگه تشکرم باید بکنید، تشکر ویژه از شزنی سیگاریتون که واقعا بنازم قدرت تریاک واقعا یکی از بازی‌های خوبش اصلا بود. دوباره چندین توپ خیلی خوب رو سیو کرد، خیلی خوب. زنگ زده بودن بچهای الچه علی تیرکساز که بیاد تیرک بارسلونا رو جوش بده. 2 تا تیرک هم خود رافامیر خیلی خوب بازی کرد تو الچه، هم یه دونه گل خیلی قشنگی زد توی همون نیمه اول، یه دونه تیرک زد، خیلی کلا خوب بازی کرد رافامیر. الچه واقعا نتیجه بودش که میتونه 3-2 بشه یا شاید هم 4-2 بشه، ولی الچه حقش بیشتر یه گل بود. یامال تا برگرده به دورانه یامال که ایشالله پرز داره کار اداریشو میکنه، برای اداریش هم چون کرده دقیقاً بعد از بازی کلاسیکو بدون اینکه به کسی بگه رفته ایتالیا. همونجا هم بود که داستان این در اومد که معلوم شد با نیکول کات کرده، با یه دونه خواننده ایتالیایی دیگه کلا ریخته رو هم. برگشت گفتش که ما کات کردیم، مثلا بحث خیانت نیست، خیلی محترمانه با هم دیگه قطع رابطه کردیم. یه منظورش از خیانت من نمیدونم چیه دیگه، رفتی خیانت که دیگه برای این نسل زد اصلا معنی نداره به اون صورت. خیلی جالبه. ولی خب اینم بگم که یه اتفاق جالبی که افتاد، یه خبری که اومد برای رئالیا، ماستانتانو بله دقیقاً شرمگاهیش یامالو گرفته. حالا ببینیم مصدوم شده، ببینیم که شما باشید اونور مثل که لاپورتا با همبرگرایی که یکیو فرستاده اونور. آره لاپورتا همبرگر خور یه نفر فرستاده که اونور ماستانتانو رو از کار بندازه. البته که باید به نظر من اونا اشتباه کردن. ماستانتانو مثلا باید رو امباپه سرمایه گذاری میکردن. امباپه هم که گول نمیخوره. امباپه حالا سنش یکم بالاست، ولی ماستانتانو در حد یامال مشخص خوب گرم میکنه، بعدش میره. فصل پیش هم بعد از بازی با اسپانیا فرانسه بود که رفت مدل سوئدی بود. آره که شایعه بود به نظر من، شایعه که والا فیلم که نه عکسایی که ما دیدیم بیشتر به واقعیت نزدیک بود. آخه شکایت هم کردن به جایی نرسید. اون خانومی که شکایت کرده از امباپه به جایی نرسید. استاد شکایت که میشه دنی آلوز بنده خدا که واقعا 3-4 موقع از زندان اومده. واقعا ناراحت دنی آلوز واقعا تازه اثبات هم شد که بیگناهه و این مدتی که تو زندان بود واقعا من نمیدونم، حالا این عمر از دست رفته دنی آلوز تموم شده دیگه. این همه پول، همه چیش رفت، همه چیزش شهرتش، پولش، به خاطر یک اتهامی که اصلا هست. درست واقعا توی دنیا ببینیم، حالا توی اون سطح سلبریتی ها ببینیم، جریان امبر هرد و بازیگر معروف اسمش چی بود؟ جانی دپ. آره تهش معلوم شد که جانی دپ بیگناهه و همش چیز سر امبر هرد بوده. ولی خب جانی دپ مثل دنی آلوز بیچاره تو زندان نه. خب جانی دپ خیلی از پروژه‌های سینماییش از دست داد. آره خیلی اون فیلم فانتاستیک بیتس رو ازش گرفتن دیگه. حالا داریم دیگه اینجور داستانا رو داریم متاسفانه دیگه. ولی خب میگم خدا رو شکر که لاپورتا سرمایه‌گذاری رو انجام داد که انجام بده. به حال چیزی که عوض داره گله نداره، مشکل نداره. میگم ما ستاره تیم شما یامال، ستاره تیم ما امباپه است.
من اصلا قبول ندارم یامال ستاره تیم ماست. یامال یه جوون 18 ساله است، بالاخره که خیلی راه داره، هم گرونترین بازیکن دنیا الان از لحاظ قیمتی همین که ترانسفر مارکت واقعا دیگه همه جوره تمام رسانه ها پشت یامالن. اونم میگم بیشتر به خاطر جریانی بود که لاپورتا به نظر من به اشتباه راه انداخت پشت یامال. این 17 سالش بود فاصله. اصلا اینم بگم یه چیز جالبی که دیدم، تاکید رسانه‌ای داشتن که این مثلا بیاد با عثمان دمبله توی سر توپ طلا رقابت کنه، در صورتی که اگر واقعا قرار بود به نظر خود من کسی از بارسلونا کاندیدای رافینیا بود به نظر من. رافینیا فصل پیش فوق‌العاده بود تا زمانی که آرژانتین 4 تا مالی در برزیل و بعد از اون باخت فاجعه آمیز کل برزیلایی که تو ترکیب تیم ملی بودن افت کردن، به خصوص رافینیا بعد از اون فاجعه خیلی افت کرد. با همین که افت کرده بود باز تونست 16 تا گل بزنه توی چمپیونز لیگ. درست حالا مطمئن نیستم، حدودا 16 تا گل. آره تقریبا همین حدود. ولی تهش گروسی دورتموند آقای گل شد. این هم یکی از جریاناتی بود که من هیچ وقت نفهمیدم چرا وقتی دو نفر به تعداد یکسان گل میزنن، تازه پاس گل‌های رافینیا بیشتر بود ولی جایزه به گروسی رسید. آره گروسی یه اسم عجیب غریبی هم داره، بعضی اسمشون واقعا سخت تلفظ کردنشون. خب برسیم به بازی بعدی بارسلونا چهارشنبه است با کلوب بروخه توی زمین کلوب بروخه ساعت 11:30. کلوب بروخه از 3 تا بازی که انجام داده یه بازی رو برده، گلاسکو رنجرز رو برده 6-0. زیاد کار سختی نداره بارسلونا به نظر من. نمیدونم، من بازی کلوب بروخه رو زیاد تماشا نکردم. اصلا کلا گروهی که یعنی حالا بارسلونا داره تو این گروه چمپیونز لیگ که قرعه کشی شد، اکثر بازیاش بجز پاریس که خورد اونم باخت، به تیم دوم پاریس هم باخت. تیم ما هم کامل نبود، اما ما بد بازی کردیم، واقعا اون بازی بد بازی کردیم. 2 تا صحنه مشابه هم گل خوردیم. صحنه گل اولمون که مندز از دفاع چپ کوبید اومد جلو پاس داد گل شد. گل دومم اشرف حکیمی از دفاع راست کوبید اومد جلو، یعنی یکسان بود ولی از دو جناح متفاوت. دفاع چپ‌های پاریس، دفاع چپ و دفاع راست واقعا بی‌نظیرن. یعنی الان بهترین دفاع چپ و راست دنیا رو به نظر من پاریس داره. دفاع چپ واقعا مندز خیلی فوق‌العاده است. البته پرز هم یه نیم نگاهی داره به مندز، ولی از اون ور ناصر خلیفی دارید، رافائل گارسیا هم دارید دیگه. حالا گارسیا توانمند ما داریم و خب بالاخره گارسیا با کارراس قابل مقایسه نیست. بعد ببینیم که حالا این بازی‌ها چمپیونز لیگ امسال بارسلونا چیکار میکنه. رئال که فعلا خدا رو شکر 3 تا بازیشو 3 تا بازی انجام داده، 3 تا برد داده گرفته. حالا برده اقتصادی نگیم، با مارسی 2-1 شد، با یوونتوس هم 2-1 شد. یوونتوس 1-0 شد، 1-0 به نفع رئال شد. یه دونه بازی هم با فکر کنم که اون بازی هم رئال بازی با غیرت بود که 5-0 هم شد بازی که چقدر طولانی بود مسیر، 18 ساعت با پرواز. حالا تو فکر کن که می‌خواستی این مسیر زمینی بری 2-3 روز تو راه بودی تا غیرت چجوری اومد تو چمپیونز لیگ خدا میدونه. اومد توی پلی آف اومد فکر کنم، از پلی آف اومد بالا غیرت. اولین بارشون هم بود که می اومدن تو چمپیونز لیگ. فرمت جدید چمپیونز لیگ خب یه جوری شده که میان یه سری تیمایی که اصلا تا حالا رنگ چمپیونز لیگو ندیدن میان میبینن. یه کمکی هست به تیمای خیلی ضعیف، پول خوبی هم میرسه بهشون، به اونا میرسه. آره پول خوبی بهشون میرسه. ولی از اون بعد تیمای قوی خب پول زیادی نمیتونن از پخش تیمای قوی بگیرن، یا حتی فرض کن همین بازی تو ورزشگاه رئال بود، به اون صورت تماشاگر نمیاد بازی غیرت رو ببینه که. قطعا همینه، ولی خب از لحاظ درآمدی کلا متفاوتن به نسبت فرمت قبلی. حالا خب تجربه هم خیلی زیاد شده، بازیکن‌ها خیلی خسته میشن. اما خب بازی با تیمای بزرگ حداقل تو گروه خودشون با 3 تا تیم همسطح خودشون بازی میکنن. سطح 2، 3 و 4 معمولاً رو فرض کن رئال تو سطح 1،
3 بازی خوب میتونن تماشاگر رو ببینن. گروهی این چمپیونز لیگ تموم بشه تازه بعد از اینکه وارد حذفی میشیم به نظر من جذاب میشه. حالا بازی‌های جذاب‌تریه. ولی خب امسال هم باز فرمت عوض شد. بلایی که پارسال سر بارسلونا اومد که به عنوان تیم دوم اومد بالا، ولی اکثر بازی دور حذفیش دور برگشت میهمان بود. اینجوری فرمت عوض کردن که امسال جزء 8 باشن. جزء 8 باشی، هر چقدر رتبت بالاتر باشه به نسبت با تیم‌های پایین‌تر بازی کنی، بازی برگشت تو خونه خودت میزبان هستی، تو خونه خودت بازی می‌کنی. خیلی کمک می‌کنه. الان خب همه دارن تلاش می‌کنن یه مقدار اینجوری جذابیتش بیشتر شه برای تیم‌هایی که گروهی هست. آره تو گروهی که آقا بیشتر تلاش کنن که حداقل جزء 8 باشن. خب رئال هم که با لیورپولی که بازی قبلش هم برد 5-1 هم برد. بعد بازی به نظر من میگم توی چمپیونز لیگ یه مقدار سخته. بازی آسون به اون صورت نداریم توی چمپیونز لیگ. رئال و لیورپول بازی قشنگیه، بازی قشنگیه. حالا ببینیم که رئال چیکار میکنه. بارسلونا که کارش به نظر من راحتی داره به نسبت. آره بارسلونا احتمال 99% میبره. بزنا میتونن که استفاده بکنن از این قضیه. منتظر این باید باشه که تیمای بالاتر از خودش، الان بارسلونا رده 9ه، باید منتظر این باشه که تیمای بالاتر از خودش ببازن یا مساوی کنن تا بیاد بالاتر. امیدواریم که یه ال کلاسیکو هم توی چمپیونز لیگ ببینیم. خیلی بعیده به نظر من. ما خیلی دوست داریم که دور اول جام حذفی دور حذفی تیمای هم کشور به هم دیگه نمیخورن. دور بعدش 1/4 که میشه ضعیفه. اگه جفتش به نظر ولی خیلی قشنگه، من استقبال میکنم. آره منم واقعا دلم میخواد که جفت تیما مصدوم نداشته باشن، بازی قشنگی ببینیم. به نظر من اگه رئال که مصدوم نداشت، احتمال این که توی فینال سوپرکاپ بام بخوریم خیلی باید به نظر بیشتر باشه که تا به چمپیونز لیگ ببریم. رئال باید اتلتیکو رو ببره که کارش خیلی سخت‌تر از بارسلوناییه که میخواد بیلبائو رو ببره. بارسلونا با بیلبائو بازی داره، رئال با اتلتیکو داره. رئال هم حالا اولین تقابلش با اتلتیکو که زیاد جالب نبود، خیلی جذاب، خاطره خوبی برای بچهای رئالی نیست. ولی خب دستش اومده هندونه فروش دیگه، فکر نکنم بتونه همچین بازی رو. اولین بردش جلوی رئال مادرید بود توی لالیگا. به نظر من هر چقدر بیشتر بگذره بازیکناش بیشتر با هم مچ میشن. خیلی خرید داشت سیمونه این فصل. البته الان هم 4م جدوله دیگه، هر سال تهش میاد میجنگه برای رده سوم یا رده سوم یا دوم. اتلتیکو برای این مقام میجنگه. خب دیگه به انتهای ویدیو رسیدیم دوستان. خواهش میکنم ممنون از اینکه ما رو همراهی میکنید. سابسکرایب، لایک، کامنت فراموش نشه. ممنونیم ازتون. شبتون بخیر. خداحافظ شما.